خیلی خوش اومدین به ویدیو خیلی خبری دیگه. آقا ما امروز اومدیم داخل بازی و پاکت ناممون رو باز کردیم و دیدیم اوه گارنا چقدر چیز بهمون داد و قرار با هم دیگه بریم بازش کنیم. و اینکه قبل از که بریم سراغ ویدیو حتما کانال من سابسکرایب کنید، زنگ کنشم بزنید و این ویدیو رو لایک کنید. خب بریم داخل پاکت نامه. خب این از اولی که چی نیست، دومی هم که حالا کاست کاستوم و از این چیزای دیگه، سومی هم خب باکس داره و حالا چیزای دیگه هم داره. میریم به چهارمی که امکانه این هم باز کردیم و این هم خب چیز خاصی نیست. این هم همینطور، این هم باز کنیم و حالا میبینیم که حالا این دست رو هم بهمون 30 روزه داده و بریم که بازش کنیم. دنس رو هم باز کردیم به نظرم. این هم خب بازم از همون کارت داده و اینجا هم بازم یک کارت کاستوم بهمون داد. و خب بریم که دنسش حالا چطوره. از دنس امتحان کردیم، یه بار دیگه هم بریم. اینه اصلا حالا بریم بذاریم جای این دنس و اینجا بزنیم. خب دوستان این دنسشه و واسه گرفتنشون هم بریم که بهتون بگم چطوری این دنس رو بگیرید. میاد داخل پروفایل اکانتتون و میاد روی گزینه آخری که اینجا نمره انضباط هست. میبینید که اگه 30 روز نمره انضباطتون 100 باشه این دنس رو بهتون 30 روزه میده و میتونید حالشو ببینید واسه کسایی که حالا دنس کم دارن یا دوست دارن حالا دنس داشته باشن. و واسه گرفتن این دنس هم خب بهتون گفتم چیکار کنیم. دنسش هم دنس بدی نیست و اینم از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه، گود بای.